حالا میگه که شما در مورد عشق به گفتگو نپرداز و ترجمه نکن، برای اینکه گفتگو درباره عشق و ترجمه کردن عشق نیست. عشق اینه که شما همین لحظه زنده بشی بهش و عشق خودش رو از طریق شما بیان بکنه. بنابراین گفتگو و به صورت مفهوم در آوردن عشق نیست. عشق را از کس مپرس، از عشق پرس. عشق ابر درفشان است ای پسر، ترجمانی منش محتاج نیست. عشق خود را ترجمان است ای پسر، گر روی بر آسمان هفتمین. عشق نیکو نردبان است ای پسر، هر کجا که کاروانی می رود. عشق قبله کاروان است ای پسر. پس میگه عشق از کسی مپرس، از خود عشق بپرس. نمیتونیم از کسی بپرسیم عشق چیه، عشق رو توضیح بده، بلکه باید زنده بشیم عشق خودش بگه چیه. میگه عشق ابری است که بارانش زیبایی، شادی، آرامش، خلاقیت، خرد و چیزهای تازه است. ایناست، اینا رو میباره عشق. و عشق میگه محتاج من نیست که مترجمش باشم، برای اینکه عشق مترجم خودشه. ولی اگه بخوایی که از این جهان مادی بگذری و برسی به دلت، در این صورت عشق نردبان خوبیه. دوباره برمیگردیم به اینکه شما این لحظه رو باید همینطور که هست بپذیرید. زندگی در این لحظه است. شما باید تسلیم زندگی بشین یا تسلیم خدا بشین. ولی چون ما خدا رو نمیشناسیم چیه، به جای اینکه تسلیم خدا بشیم تسلیم فرم یا رویداد این لحظه میشیم. تسلیم به رویداد این لحظه تسلیم به خدا هم هست، برای اینکه کل که این رویداد برای ما این لحظه به وجود آورده. بنابراین به محض اینکه موازی بشیم با رویداد این لحظه و از درون تعارض نداشته باشیم تسلیم خدا شده ایم و دیگه با خدا ستیزه نمی کنیم. این لحظه موازی هستیم، همیشه این لحظه است. این لحظه همیشه این لحظه است، فقط فرمش عوض میشه. ما همیشه در این لحظه هستیم، ما جدایی از این لحظه نداریم. بنابراین تسلیم این لحظه هستیم. تسلیم این لحظه ما رو از جنس این لحظه میکنه. به محض اینکه شما موازی با رویداد این لحظه بشین، این بعد خودش رو نشون میده و این بعد رو شما میگیرید و صعود میکنید. درست مثل یوسف که در چاه، به محض اینکه تسلیم میشه طناب رو میبینه جلوش. طناب رو میگیرید. این طناب از جنس هوشیاریه، هوشیاری حضور. یه دفعه میبینید که ذهنتون رو میبینید، اون چیزهایی که اتفاق میفته در زندگیتون میبینید و به راحتی میبینید که این چیز مهمی برای شما نیست که دوباره زایده بشین توی اون و برین تو صندوق رو میبینید و توش نمیرید. همون روز اول همه اینا اتفاق نمیفته، به تدریج. ولی اگر ما خوششانس باشیم ممکنه خیلی سریع به اونجا برسیم. پس به دل اصلیمون که در مثنوی میگه دل بالای عرشه، بله، عشقی که نردبان رسیدن ما به عرشه. و میگه که هر جا که کاروانی میره عشق قبله این کاروانه. ما انسان ها نمیدونیم اینو که هر گروهی، چه نبات بگیرین، چه یعنی نباتات رو بگیرین، چه حیوانات رو بگیرین، چه جامدات رو بگیرین، چه انسان‌های رو بگیرین، در بین انسان‌ها گروه‌های مختلف، فرقه‌های مختلف، ادیان مختلف، همه قبلهشون
عشقه. همه میخوان برن به عشق برسن ولی نمیدونن اینو. بنابراین چون دل مادی دارن قبله رو گم کردند. برای دل مادیشون قبله رو یه جور دیگه نشون میده. چجوری نشون میده؟ همون دین و یا قبله رو معبودشون رو به صورت مفهوم در آوردند و اون دل مادیشونه و در نتیجه ما ستیزه میبینیم بین ادیان. حتی در یه دین مذاهب مختلف با هم دیگه تعارض دارند. چرا؟ اون معنا رو به صورت ماده در آوردند و کج و معوج میبینند. بنابراین این هم یه آگاهی دیگه است که بی فرم شدن و خود رو در دیگران دیدن و به عشق زنده شدن و اون زندگی رو در همه چیز دیدن، در انسانهای دیگه دیدن و ورای مفاهیم رفتن و این دانش هر چیز گفتنی، هر واژه، هر جمله به ورای خودش اشاره میکنه و به تنهایی مقدس نیست. به قول بودیست ها انگشتی که به ماه اشاره میکنه ماه نیست. ماه در اینجا گفت قبله سمتی است که همه به اون سمت میرن و این زنده شدن به عشقه. و ما اگر اینو بدونیم، زنده بشیم به عشق، تمام تعارض در جهان از بین میره و تعارضات شخصی ما هم از بین میره. ما چرا با همسرمون و بچه هایمون با عشق برخورد نکنیم؟ مخصوصا با همسرمون. چرا اون مکانیسم رو بذاریم کار کنه که دل مادی به وجود بیاره؟ از یه طرف بگیم تو یه چیزهایی به من اضافه کن که من بزرگتر بشم، کاملتر بشم، تو باید منو کامل کنی. از طرف دیگه جدایی منو حفظ کنیم برای اینکه من ذهنیم باید دست نخورده باقی بمونه. من به تو بیش از یه حدی نمیتونم نزدیک بشم، باید منمو حفظ کنم، ولی از تو هم انتظار دارم که این منو کامل کنه که این منی که هیچ موقع کامل نمیشه. آخه این چه رابطه ایه؟ این غلط نیست؟ این دیگه 30 سال 40 سال تجربه اینو به ما یاد نداده که این مکانیسم که مال من ذهنیه به نتیجه نمیرسه و قبله ما 2 نفر و قبله خانواده همه عشقه. راحت تره که در قالب خانواده ما اینو به وجود بیاریم. حالا میگه که مواظب باش این جهان تو را از عشق نفریبه. این قبله عشق. این جهان از عشق تا نفریبدت، که این جهان از تو جهان است ای پسر. مواظب باش این جهان تو را از عشق نفریبه. حالا فریفته یا نه؟ البته که فریفته، برای اینکه چیزهای این جهانی رو ما گذاشتیم مرکزمون، دلمون، و هر لحظه مراجعه میکنیم به اونجا، میگیم آقا به ما نشون بده که من چی کار کنم، چه جوری فکر کنم، چی خوبه چی بده، راهمو چه جوری پیدا کنم. اونم نشون میده و این همه فریبه. عقلی که از اون بیرون میاد و قدرتی که از اون بیرون میاد و راهنمایی که از اون بیرون میاد همه محدود با برد کمه. روشن نمیکنه زندگی ما رو، فریفته ما رو. حالا اینو بدون، این جهان از تو میجهه، که این جهان از تو جهان است، داره از تو میجهه. اینم پذیرفتنش برای ما یه قدری مشکله، برای اینکه ما از اون انرژی هستیم، از اون هوشیاری هستیم که جهان رو خلق میکنه. پس اگه ما برگردیم به سرچشمه، از اون هوشیاری یا از جنس اون هوشیاری خام هستیم که جهان الان ازش میجهه بیرون.